سلام دوستان گلم. امیدوارم حال همتون خوب باشه. امشب میخوام یه داستان واقعی رو براتون تعریف کنم. اسم داستانم هست دونده. امیدوارم که از این داستان خیلی چیزا یاد بگیرید و ازش خوشتون بیاد. داستان در مورد دختر کوچکی است که در یک کلبه محقر دور از شهر و در یک خانواده فقیر به دنیا آمده بود. زایمان زودتر از زمان مقرر انجام شده بود و او نوزاد زودرس و ضعیف و شکننده بود. همه شک داشتند که زنده بماند. وقتی 4 ساله شد، بیماری زاتوریه و مخملک را با هم گرفت. ترکیب خطرناکی که پای چپ او را از کار انداخت و فلج کرد. اما او خیلی خوششانس بود، چون مادری داشت که او را تشویق و دلگرم می کرد. مادرش به او گفت علیرغم مشکلی که در پایت داری، با زندگیت هر کاری که بخواهی می توانی بکنی. تنها چیزی که احتیاج داری ایمان، مداومت در کار، جرأت، یک روح سرسخت و مقاوم است. بدین ترتیب در 9 سالگی دختر کوچولو بستهای آهنی پایش را کنار گذاشت و برخلاف آنچه دکترها می گفتند که هیچگاه به طور طبیعی نمی تواند راه برود، راه رفت و 4 سال طول کشید تا قدمهای منظم و بلندی را برداشت و این یک معجزه بود. او یک آرزوی باور نکردنی داشت. آرزو داشت بزرگترین دونده زن جهان شود. اما با پاهایی مثل پاهای او این آرزو چه معنایی می توانست داشته باشد؟ در 13 سالگی در یک مسابقه 2 شرکت کرد و در تمام مسابقات آخرین نفر بود. همه به او اصرار می کردند که این کار را کنار بگذارد، اما روزی فرا رسید که او قهرمان مسابقه شد. از آن زمان به بعد ویلما در هر مسابقه‌ای شرکت کرد و برنده شد. در سال 1960 او به بازی‌های المپیک راه یافت. آنجا در برابر یک دختر آلمانی قرار گرفت و تا به حال کسی نتوانسته بود او را شکست دهد. اما ویلما پیروز شد و در 200 متر، 200 متر و 2 امدادی 400 متر 3 مدال المپیک گرفت. آن روز او اولین زنی بود که توانست در یک دوره المپیک 3 مدال طلا کسب کند، در حالی که گفته بودند او هیچ وقت نمیتواند دوباره راه برود.